بعد صاحب استقلالی کشور کارهای بنیادکاری، آبادانی و رشد اقتصادیات و اجتماعیات در مقیاس جمهوری آغاز و وسعت گرفته، امروز این روند با مردم ادامه دارد. چنانچه در ناحیه شهرستان که الحال منطقه اگراری محسوب یافته، در سمت بنیاد کارگاه‌های خرد و میانی اگروصنعتی نقشه‌های بزرگ تحریزی گردیدند، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و ساکنان آن سرجمعانه کارهای آبادانی و سازندگی را ادامه می‌دهند. همزمان در این سمت کمک و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت نیز به نظر می رسد. چنانچه در حدود جماعت شهرستان ساختمان بنگاه طبی زمانوی جریان دارد که فرمایشگر مؤسسه دولتی دایرکت ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بوده. این انشاءات با مبلغ لایحه‌ای بیش از 12.5 میلیون سامانه بنیاد کرده خواهد شد. همزمان ساکنان ناحیه نیز که الحال شمارشان 50,000 نفر را تشکیل می‌دهد، پیرو بر نو در کارهای بنیادکاری و سازندگی سهمگذاری می‌نمایند. مثلا ساکنان دهه شهرستانی جماعت شهرستان به خصوص پیران دهه عزم کردند که مبلغ به سفر عمره جمع نموده خود را به کار خیر یعنی بنیاد آشخانه مکتبی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 دههشان صرف نمایند. خواهش خودمون که مبلغ توپ کرده همینجا آباد کرده حرکت پدر مادر هم ماشین روزی شده با حشر حرکت کرده آباد کرده با شما عزم نکشد برای آینده من در اینجا کد و یاشون میبود از ماهون همیخل عبرت بکته حرکت کرده با آباد کنند. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهرستان نیز طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اید به آمادگی همه‌جانبه به تجلیل 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که موافق نقشه تحریزی شده انشاءات‌های کار و خدمت رسانی، معارف و تندرستی، فرهنگی و ورزشی و امثال آن را در مهلت‌های معین شده ساخته به استفاده دهد. در مجموع از 192 عدد انشاءات‌های بنیادش به نقشه گرفته شده تا به امروز 124 عدد ساخته مورد استفاده قرار گرفته است و در این سمت کار با سرعت ادامه دارد. ساختمان‌های تعییناتش گوناگون سرچشمه مبلغ‌گذاری از طرفی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه و از طرفی با سهم صاحب کاران با سهم اهالی شده ایستاده است. آن ساختمان‌هایی که در حدود ناحیه آغاز می‌یابد از روی نقشه گنرالی از روی سیمای شهرسازی و معماری دیده برآمده برای آغاز ساختمان اجازه داده می‌شود. از ضمن سفر به ناحیه شهرستان احساس کردیم که در این منطقه خوش آب و هوای کشورمان کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه گرفته. این روند در آینده نزدیک میتواند شهرستان را به یکی از موضع‌های اساسی سیاحی تبدیل دهد.